در ما به جای اینکه از کودکی تو وقت ایمانت قوی می شود، پروردگار وقت در قلب تو بزرگ است، شیطان خیلی ضعیف می گردد و به تو چیز ضرر رسانیدن نمی تواند گفتن. از خردی مایان را از جن می ترسانند. از خردی کودکان تاجیک را اینقدر از جن و اجینه می ترسانند که خیلی گفتم شاید در دنیا ما رکورد داشته باشیم از جهت جن زدگی و زیان جنداری، که در هیچ جا تا این اندازه هر یک نفر دوم یا به من جن تاثیر کرد و یا من جن را دیدم و یا چیز دیگر میگفته. تقریبا فقط در تاجیکستان است و در دیگر دولت ها نیست. و اینجا یکم راه یا یکم سلاح ما برابر جن ها، اسلحه ما بر ضد آنها چی است؟ شناختن آنها هست. چقدر تو دشمنت را خوبتر میشناسی، آنقدر بر علیه او تو خودت را محافظه میکنی. و از خردی به فرزندان دانستن آیت الکرسی، خواندن قرآن کریم، دانستن دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند تو را در برابر جن و در برابر شیطان قوی میکند. گویان به قلب فرزندان جای کرد، نه اینکه به اون طرف نرو جن هست، این کارو نکن جن هست، خانه فلانی جن دارد. گویان برعکس، پناه به الله در قلب کودک ترس از جن را بالاتر از ترس الله بکنیم. یکم گفتیم چی است؟ شناختن این دشمن. و دوم به کتاب و به سنت پایبند بودن. و وقتی که انسان به قرآن کریم خصوصا پایبند است، به احادیث پیامبر و سنت های پیامبر در برابر محافظه کردن از جن و از شیطان پابند است، به او چیز ضرر نمی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال میزنند، مثال ذکر الله را مانندی به یک مردی که از دشمن میگریزد و خود را داخل قلعه میکند. حدیث در کتاب های سنن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ آنی که ذکر میکند و با ذکر پروردگار زبانش و قلبش مشغول است، گویا که داخل یک قلعه گشته است و دشمن به او رسیدگیری کرده نمیتواند. علل خصوص خیلی که پیشتر هم گفتیم آیت الکرسی که دربارش در بخاری هست که خود جن به حضرت ابو هریره میگویند تو اگر آیت الکرسی رو خواندی به تو من نمی آیم، ضرر نمی کنم. پیامبر میگویند او دروغگو هست ولیکن به تو راست گفته است. دانستن آیت الکرسی، دانستن سوره فاتحه، یعنی با تلفظ خوبش، با معناهایش فرزندان را هم خود ما را نگه می دارد و به جای